به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب خاطرات یک آدمکش نوشته کیم یونگ هاست و با ترجمه خاطره کرد کریمی در نشر چشمه منتشر شده. این کتاب در حوزه رمان و داستان‌های خارجی هستش که در سال 1400 توسط نشر چشمه نشر پیدا کرده که به ادبیات ملت‌های مختلف می‌پردازه. ابتدا نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده این کتاب برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. درباره کیم یونگ ها. کیم یونگ ها از سرآمدان موج داستان سیاه‌نویسی کره جنوبی که راهش را تازگی‌ها به مدد ترجمه به ادبیات جهان باز کرده. متولد 1968 هواچون گانکون و در دانشگاه یانسه سئول مدیریت کسب و کار خوانده. او بیش از آن که نویسنده تمام وقت شود به استخدام نیروی پلیس درآمد و چند سال در حوزه استحفاظی سون دستیار کاراگاه بود. مدتی هم در دانشکده تئاتر دانشگاه ملی هنر کره تدریس کرد و برنامه رادیویی منظمی داشت. موضوع کتاب: اقبال منتقدان و خوانندگان به رمان حق دارم خودم را برباد دهم او در 1995 سرآغاز حرفه جدی داستان نویسی‌اش شد. یونگ ها در کنار نوشتن به کار ترجمه رمان‌های انگلیسی هم مشغول است که تازه ترین آنها ترجمه رمان گتسبه بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد است. اما بریم که این کتاب رو با همدیگه کشفش کنیم. خاطرات یک آدمکش. وقایع داستان‌های یونگ ها عموماً خط و ربطی دارند با تاریخ و حال و هوای سیاسی کشوری که گذارش از دیکتاتوری به دموکراسی عمر درازی ندارد و حالا در معرض خطر جدی‌تر نسیان اجتماعی است. عبور بی‌قیدانه از حد و مرزها و آمیختن مأخذ غنی فرهنگی با شیوه‌های درخشان روایی پست مدرن از شاخصه‌های سبک نوشتن یونگ هاست. قصه های او به یاری موقعیت‌های ناآشنا و گاهی حتی غریب به کندوکاو نتایج فرعی کاپیتالیسم مدرن و فرهنگ شهری می‌پردازند. نقصان‌هایی چون بی‌خویشتنی و ناتوانی در برقراری ارتباط، کودکی ناآرام، جابجایی‌های مکرر محل زندگی، پدر نظامی و تجربه از دست دادن موقت حافظه بر اثر مسمومیت گازی هم قلم او را پرمایه‌تر کرده. از دیگر آثار پرآوازه یونگ ها می شود به گل سیاه، تأملی باریک بینانه بر امکان بیرون ماندن از جمع یک ملت و پیجو تجسم ویرانگر رابطه میان واقعیت و خیال اشاره کرد. کیم یونگ ها از نویسندگان افتخاری نیویورک تایمز بین الملل هم هست و آثارش تا به حال به بسیاری از زبانهای دیگر از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ترکی ترجمه شدند. از آخرین باری که آدم کشتم 25 سال گذشته یا 26 سال، به هر حال همین حدود هاست. انگیزم آن وقتها آنجور که مردم معمولا خیال میکنن شوق به کشتن یا یک جور انحراف جنسی نبود. یأس بود، امید به لذتی کاملتر. هر بار مقتول را دفن میکردم پیش خود میگفتم دفعه بعد بهتر عمل میکنم. دلیل اصلی این که دست از کشتن برداشتم این بود که امیدم ناامید شد. خاطراتم را می نوشتم، گزارشی بی‌طرف. شاید آن وقتها چون این چیزی لازم داشتم. کار غلطی که انجام می دادم، حسی که بهم میداد باید می نوشتمشان تا اشتباهات هولناکم را عیناً تکرار نکنم. درست مثل دانش آموزانی که همه غلط‌های امتحانیشان را در دفتر یادداشت می‌نویسند، من هم گزارشی دقیق می‌نوشتم از لحظه به لحظه قطعه‌هایم و حسی که بهشان داشتم. کار احمقانه‌ای بود. جمله سازی کار شاقی بود.
من که سعی نداشتم اثری ادبی بنویسم و فقط یادداشت روزانه برمی داشتم. پس چرا آن همه سختم بود؟ اینکه در توانم نبود شور و شعفی را کامل بیان کنم که در خودم حس کرده بودم، حس گندی بهم میداد. بیشتر داستان‌هایی که خوانده بودم در کتاب درسی‌های کره‌ای بود. هیچ کدام از جمله‌هایی که احتیاج داشتم در آنها پیدا نمی‌شد. همین شد که افتادم به صرافت شعر خواندن. اشتباه بود. معلم شعر مرکز اجتماعات محله شاعری بود همسن و سال خودم. روز اول کلاس به خنده‌ام انداخت وقتی خیلی جدی گفت شاعر مثل یه آدمکش کاربلد زبان رو می‌دزده و دست آخر می‌کشدش. این را وقتی میگفت که خودم جلوتر از این حرفها یک عالمه طعمه را دزدیده و دست آخر کشته و زیر خاک کرده بودم. اما فکرش را هم نمی کردم کارم شعر بوده باشد. قصر بیشتر شبیه نثر است تا شعر. هر کس مختصر دستی بر آتش داشته باشد اینقدر را می داند. آدم کشتن حتی از آنچه تصور می کنید هم پرزحمت‌تر و کثافت‌تر است. به هر حال به لطف جناب معلم به شعر علاقه‌مند شدم. من مادرزادی از آن دست آدم‌هایی هستم که غم و غصه سرشان نمی شود اما شوخی را خوب می‌گیرند. الان دارم سوسرای الماس را می‌خوانم. در هیچ طریقت نبودن مایه تعالی ذهن است. مدتی طولانی به کلاس‌های شعر رفتم. تصمیم گرفته بودم اگر کلاس حوصله سربر شد معلم را بکشم، ولی خدا رو شکر جالب از کار درآمد. معلم چندین و چند بار به خنده‌ام انداخت و حتی دوباری هم بابت شعرهایم تشویقم کرد. همین شد که گذاشتم زنده بماند. خودش احتمالاً هنوز که هنوز است خبر ندارد عمر دوباره‌ای گرفته. تازگی ها مجموعه شعر تازه اش را خواندم که حالم را گرفت. یعنی باید همان موقع ها قبرش را میکندم؟ فکرش را بکنید، با آن ذوق و قریحه نیمبندش همینطور برای خودش شعر میگوید. آن وقت آدمکش با استعدادی مثل من قطع را بوسیده و گذاشته کنار. چقدر این مرد رو دارد. این روزها مدام کله پا میشوم. از دوچرخه‌ام میافتم یا پایم گیر میکند به سنگ. یک عالم چیز هم فراموشم می شود. 3 قوری سوزاندم. اون هی زنگ زد و گفت برایم وقت دکتر گرفته. همانطور که داد می زدم و عصبانی نره می کشیدم ساکت مانده بود. بعد گفت یه چیزی قطعا عادی نیست. قطعا کلت ایراد پیدا کرده. دفعه اول می بینم عصبانی شده ای بابا. یعنی واقعا قبل از این عصبانی نشده بودم؟ هنوز احساس گیجی و منگی داشتم که اون یه گوشی رو قطع کرد. تندی موبایلم را برداشتم تا گفتگویمان را تمام کنم، اما یهو پاک یادم رفت چطور می شود تلفن کرد. اول باید دکمه تماس را فشار می دادم یا اول شماره می گرفتم. شماره اون هی چند بود اصلا؟ یادم می آمد که یک راه ساده تری هم هست. عاجز و درمانده بودم. کفری هم. تلفن را پرت کردم آنور اتاق. من که از شعر سر در نمی آوردم برای همین روکوراس از چند و چون قتل نوشتم. شعر اولم اسمش چاقو و استخوان‌ها بود. به نظر معلم استفاده از زبان بدی بود. گفت خامی شعر و تجسم زیرکانم از مرگ وصفی بود از بتالت زندگی. مرتب هم از نحوه استفاده‌ام از استعاره‌ها تعریف و تمجید کرد. پرسیدم استعاره چی هست؟ معلم لبخند پهنی زد. هیچ از آن لبخند خوشم نمی آمد و استعاره را برایم تعریف کرد. پس استعاره آرایه‌ای ادبی است که اینطور. ببین، ببخشید حالگیری می کنم، ولی در شعر من خبری از آرایه ادبی نبود. نسخه ای از سوسرای غرب را برداشتم و بنا کردم به خواندن. پس در فنا نه شکلی هست، نه حسی، نه فکری، نه طریقی، نه شعوری، نه چشمی، نه گوشی، نه دماغی، نه زبانی، نه تنی، نه ذهنی، نه رنگی، نه صدایی، نه بویی، نه طعمی، نه لمسی، نه ادراک ذهن، نه ادراک حس، نه جهلی، نه دانشی، نه حاصل جهلی، نه هلاکی، نه مرگی، نه پایانی بر اینها،
نه دردی هست و نه دلیل دردی یا تسکین درد، نه صراط مستقیمی که درد سرمنزل اوست، نه حکمتی که حاصل آری که حاصل خود همه فناست. معلم پرسید پس قبل این واقعا سر کلاس شعر ننشسته ای؟ وقتی جواب دادم مگه از اون کارهاست که باید واسش کلاس رفت؟ گفت نه، اتفاقا اگر معلم بدی داشته باشی گن میزنه به شعرهات. گفتم جدی این چجوریه؟ خیالم راحت شد. پس باز واقعا یک چیزهایی در زندگی مانده که نمیشود از دیگران یادشان گرفت. ازم MRI گرفتن. روی یک جور تخت بیمارستانی دراز کشیدم که شبیه تابوتی سفید بود و زدم به دل نور. حسش شبیه مردن بود. توی هوا شناور بودم و از آن بالا تنم را می دیدم. مرگ شانه به شانه‌ام ایستاده. حواسم هست. به زودی می میرم. هفته بعدش یک جور آزمایش مربوط به توانایی‌های شناختی دادم. دکتر سوالهایی کرد و من هم جواب دادم. سوالها ساده بودند اما جواب دادن بهشان سخت بود. حس این را میداد که دستتان را کرده اید توی تنگ ماهی و سعی می‌کنید ماهی چغری را بگیرید. رئیس جمهوری فعلی کره کیست؟ در چه سالی هستیم؟ لطفاً 3 کلمه آخری را که همین حالا شنیدید تکرار کنید. 17 به علاوه 5 می شود چند؟ حتم داشتم که جوابها را می دانم اما یادم نمی آمد. چطور بود که هم می دانستم هم نمی دانستم؟ چطور چنین چیزی ممکن بود؟ بعد از آزمایش نشستم پیش دکتر. قیافه‌اش در هم بود. به تصویر MRI مغزم اشاره کرد و گفت هیپوکامپ تحلیل رفته. بی ردخور آلزایمره. الان نمیتونیم مطمئن شیم چقدر پیش رفته. باید در طول زمان حواسمون بهش باشه. اون هی ساکت کنار دستم نشسته و دهانش را سفت و محکم بسته بود. دکتر گفت خاطراتت کم کم محو میشن. اول از همه حافظه کوتاه مدت و خاطرات اخیرت میرن. میشه روندش رو کند کرد اما متوقف نمیشه. فعلا داروهایی رو که تجویز میکنم مرتب مصرف کن و همه چیز رو هم بنویس و همراه داشته باش. به موقعش حتی نمیتونی خونه خودت رو پیدا کنی. دارم نسخه جلد کاغذی کهنه‌ای میخوانم از جستارهای منتنی. حالا که پیر شده‌ام خواندنش عجیب کیف میدهد. بیمناک مرگ، زندگی را به تشویش میافکنیم و بیمناک زندگی مرگ را. در راه برگشت از بیمارستان پشت ایست بازرسی ماندیم. مأمور پلیس طوری من و اون حیران نگاه میکرد که انگار میشناسدمان. بعد گذاشت برویم. او پسر کوچکتر دهیارمان بود. گفت ایست بازرسی گذاشتیم چون یکی رو کشتن. اینکه شب و روز داریم میگردیم و هیچی هم دستمون رو نمیگیره. داره از پا درمون میاره. مردم پیش خودشون چی فکر میکنن؟ که آدم کشها توی روز روشن راست واسه خودشون میچرخن و میگن تو رو خدا بیایید دستگیرم کنید. بعد گفت حد فاصل محله ما و محله مجاور 3 زن کشته شدند. پلیس ها به این نتیجه رسیده بودند که کار یک قاتل زنجیره‌ای است. زنها همگی 20 خورده ای ساله بودند و دیر وقت شب توی راه خانه کشته شده بودند. رد طناب روی مچ دست و پاهایشان افتاده بود. قربانی سوم را درست بعد از تشخیص آلزایمر من پیدا کرده بودند. روی همین حساب از خودم پرسیدم یعنی قاتل منم؟ به خانه که رسیدیم تقویم دیواریم را ورق زدم و تاریخ‌هایی را بررسی کردم که بهشان شک داشتم. شواهد قرص و محکمی داشتم. خیالم راحت شد. کار من نبوده. اما خوشم هم نیامد که کسی داشت در قلمرو من آدم می‌دزدید و می‌کش. به اون هی هشدار دادم که شاید قاتل بینمان کمین کرده باشه. گفت باید حواسش به چه چیزهایی باشد و هرگز تا دیر وقت تنها بیرون نماند. کافی بود پایش را بگذارد توی ماشین یک مردی و کلکش کنده شود. پیاده روی با هدفون هم خطرناک بود. گفت تو رو خدا اینقدر نگران نباش. دم در اضافه کرد اینطورها هم نیست که هر روز آدم بکشن. این روزها همه چیز را می نویسم. یک وقتایی هست که جایی ناآشنا به خودم می آیم
و همانطور هاج و واج میمانم تا اینکه به لطف نام و نشانی آویزان از گردنم به خانه برمیگردم. هفته پیش یکی برگرداندم به کلانتری محل. مأمور پلیس با لبخند به استقبالم آمد. گفت آقا باز هم که شمایید. شما من رو میشناسید؟ البته، احتمالا شما رو حتی بهتر از خودتون بشناسم. واقعا؟ دخترتون تو راهه. جلوتر بهش خبر دادیم. اون فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی و در استخدام مرکز پژوهشی محلی است. روی اصلاح و بهبود انواع محصولات کشاورزی کار می‌کند. دخترک گاهی دو گونه متفاوت را برمی‌دارد و پیوندشان می‌دهد تا گونه جدید پرورش دهد. با آن روپوش آزمایشگاهیش عملاً در مرکز پژوهشی زندگی می‌کند و گهگاه شیفت شب هم برمی‌دارد. ساعات آمد و رفت انسان‌ها چندان برای گیاهان اهمیت ندارد. گاهی گرده‌افشانی باید نیمه‌های شب انجام شود. رشدشان این شکلی است، بی‌شرم و بی‌امان. مردم فکر می‌کنند اونهی نوه من است و وقتی می‌گویم دخترم است جا می‌خورند. دلیلش این است که هرچند امسال 70 ساله شدم، اونهی هنوز 28 سالش را هم پر نکرده. هیچکس قدر خود اونهی تو کوک این قضیه نرفته. 16 ساله که بود انواع گروه‌های خونی رو در مدرسه یادشان دادن. گروه خونی من آبه است و گروه خونی اونهی او. همچنین ترکیبی بین والدین و بچه‌ها ناممکن است. بابا، آخه من چطور میتونم دخترت باشم؟ در کل سعی میکنم تا راه دارد راستش را بگویم. گفتم به فرزندخواندگی پذیرفتمت. از همان وقت بود که من و اونهی کم کم از هم دور شدیم. دیگر درست نمیدانست با من چطور برخورد کند و دست آخر نتوانستیم فاصله بینمان را پر کنیم. بعد از آن روز دیگر چندان به هم نزدیک نبودیم. مرضی هست به نام سندروم کاپگراس که علتش یک جور اختلال در بخشی از مغز است که کارش مهار صمیمیت و نزدیکی است. اگر به آن مبتلا شوید می توانید چهره نزدیکانتان را تشخیص دهید اما دیگر باهاشان احساس آشنایی ندارید. مثلا شوهری ناگهان به همسرش بدگمان می شود و می گوید تو درست شبیه همسر منی و درست مثل اون رفتار می کنی. تو واقعا کی هستی؟ کی تحریکت کرده به این کار؟ حالا هر چقدر مدرک و سند بیاوری مرد باز فکر میکنه زنش غریبه است. زن به چشم او غریبه میآید. طولی نمیکشد که مریض مجبور میشود با این حس کنار بیاید که او را به جهانی ناشناخته تبعید کردند. باورش میشود که این آدمها با قیافه های مشابه به او دروغ میگویند. بعد از آن روز انگار اونهی کم کم حس کرد جهان کوچکی که احاطه‌اش کرده خانواده‌ای که ما دوتا تشکیلش میدادیم ناآشناست. با این حال پیش هم ماندیم. باد که وزیدن میگیرد جنگل خیزران پشت خانه به های و هوی میافتد. اینجور وقتها توی افکارم گیر میکنم. در این روزهای پرباد حتی پرنده ها هم ساکت میشوند. این قطعه از جنگل خیزران را مدتها پیش خریدم. هیچ وقت پشیمان نشدم. همیشه دلم میخواست جنگل خودم را داشته باشم. صبحها برای پیاده روی میروم پشت خانه. توی جنگل خیزران نمیشود دوید. اگر پایتان اتفاقی به چیزی گیر کند حتی ممکن است بمیرید. اگر درخت خیزرانی را ببرید ریشه های تیز و قرصش به جا میماند. برای همین است که وقتی دور تا دورتان درخت خیزران است باید مدام حواستان به پاهایتان باشد. در راه برگشت به خانه به خشخش برگ‌های خیزران زیر پایم گوش می‌دهم و به آدم‌هایی فکر می‌کنم که زیرشان دفن کردم. جنازه‌های به خیزران تبدیل می‌شوند و رو به آسمان زبانه می‌کشند. اونهی که کوچکتر بود یک بار پرسید پدر و مادر تنیم کجا زندگی میکنن؟ هنوز زندن؟ گفتم مردن. تو را از یتیم خونه آوردم. اونهی دلش نمیخواست حرفم را باور کند. انگار در اینترنت به دنبال اطلاعات چرخی زده و قبل از اینکه خودش را توی اتاقش حبس کند و چندین روز را به گریه و زاری بگذراند حتی جای ساختمان دولتی مربوطه را هم پیدا کرده بود. بعد سر آخر حرفم را قبول کرد. پدر و مادرم رو میشناختی؟ دیگر رو غربترش دیده بودیم ولی صمیمی نبودیم.
چه جور آدم‌هایی بودن؟ آدم‌های خوبی بودن؟ فوق‌العاده بودن. تا لحظه آخر همه فکر و ذکرشون تو بودی. کمی پنیر سویا سرخ می‌کنم. من صبح و ظهر و شب پنیر سویا می‌خورم. یک رمه روغن می‌ریزم کف مایتابه و پنیر سویا را اضافه می‌کنم. یک برش که سرخ شد برش می‌گردونم. کمی کیمچی هم می‌گذارم تنگش. بعد غذایم آماده است. مهم نیست اوضاع آلزایمرم چقدر بیخ پیدا کند. فقط امیدوارم تنهایی از پس اینقدر کار بر بیایم. یک برنج و پنیر ساده. تصادف مختصری کردم. در یک سراحی اتفاق افتاد و آن جیب بی همه چیز درست روبرویم بود. این روزها ضعف بینایی جزئی از زندگیم شده. احتمالاً به خاطر آلزایمر است. ماشین این یارو را توی ترافیک ندیدم و قبل از اینکه اصلاً بفهمم چی شد صاف زدم بهش. از آن جیب ها بود که سفارشی مخصوص شکار می سازن. انگار آن نورافکن‌های سقف بسش نباشند. طرف برداشته بود 3 چراغ مهشکن دیگه هم روی سپر گذاشته بود. چون این ماشین‌هایی را دستکاری می‌کنند تا بشود صندوقشان را هم با آب شست. 2 باتری یدک هم اضافه کرده بود. پس شکار که شروع می‌شود آدم‌هایی مثل او گله‌ای هجوم می‌برند کوههای پشت روستا. از ماشین پیاده شدم و راه افتادم سمت جیب. راننده از جایش جم نخورد. شیشه ها را کشیده بود بالا. برای همین تق تق کوبیدم به شیشه. گفتم من رو نگاه، بیا مرد و مردونه حرف بزنیم. سرش را تکان تکان داد و ادایی درآورد که انگار میگفت برو پی کارت. عجیب بود. یعنی نمیخواست لااقل نگاهی به سپر عقبش بیاندازد. ول کن قضیه نشدم. بالاخره عجیب آمد پایین. مرد کوتاه قامت قوی هیکل 30 خورده ساله، نگاهی سرسری. به سپر انداخت و گفت چیزیش نیست. چیزیش بود. سپر قرص شده بود. گفت فکرش رو هم نکنید آقا. تو رفتگی مال قبله. واقعا چیزی نشده. گفتم بیا محض احتیاط شماره رد و بدل کنیم که بعداً مشکلی پیش نیاد. شماره ام را دادم اما قبول نکرد. لازم نیست. صدایش ضعیف و بی احساس بود. گفتم توی همین محل میشینید؟ یارو چیزی نگفت. اما برای اولین بار صاف توی چشمایم نگاه کرد. چشمایش شبیه چشمای مار بود. سرد و بی‌رحم. درست فکر کرده بودم. همان لحظه بود که همدیگر را به جا آوردیم. نام و شماره اش را تمیز و مرتب روی تکه کاغذی نوشت. دست خطش مثل بچه‌ها بود. اسمش پاک جوان بود. برگشتم سر وقت سپر عقب جیب و تو رفتگیش را یک بار دیگر بررسی کردم. همان وقت بود که چشمم بهش افتاد. از صندوق عقب داشت خون چکه می‌کرد. متوجه سنگینی نگاهش شدم. نگاهی که وقتی داشتم به چکچک خون گوش می‌دادم زل زده بود بهم. اگر از جیب مخصوص شکار خون بچکد مردم ترجیح می‌دهند خیال کنند که بار ماشین چیزی مثل گوزن ماده است. اما فکر من کم کم رفت سمت این که جنازه اون توست. همچین فکری معقول‌تر بود. باز یادم نمیاد کی بود. نویسنده اسپانیایی بود یا آرژانتینی. دیگر چیزهایی مثل اسم نویسنده ها یادم نمیآید. به هر حال در یک رمانی پیرمردی لب رودخانه راه می رود و دست آخر می نشیند روی نیمکت به حرف زدن با جوانی که تازه همان موقع با او آشنا شده. بعدتر 2000یش می افتد. چه اتفاقی افتاده؟ جوانی که کنار رودخانه دیده بود در واقع خودش بود. یعنی اگر من هم بخت دیدن خود جوانترم را داشتم به جایش می آوردم. مادر اونهی آخرین ارتکابم بود. داشتم از خاک کردنش برمیگشتم که ماشینم به درختی کوبیده شد و چپ کردم. پلیس گفت سرعتم بالا بوده و سر پیچ مهار ماشین از دستم در رفته. مجبور شدم دوباره مغزم را عمل کنم. دراز به دراز روی تخت بیمارستان احساس آرامش تمام و کمالی داشتم. خودم نبودم. اولش خیال کردم به خاطر قرص‌هایی است که بهم میدن. قبلا اگر کسی صدایش را بالا می‌برد بی اختیار کلافه می‌شدم. صداها کم و بیش برایم تحمل ناپذیر بودند. صدای سفارش غذا دادن آدم‌ها، صدای خنده بچه‌ها، صدای وراجی زن‌ها، از همه‌شان متنفر بودم. اما حالا این آرامش ناگهانی، همیشه فکر می‌کردم ذهن همیشه آشفته‌ام طبیعی عمل می‌کند. نمی‌کرد. مثل کسی که ناگهان کر شده باشد مجبور بودم به این سکون و آرامش ناگهانی عادت کنم.
اتفاقی توی مغزم افتاده بود. حالا چه در اثر تصادف، چه به دست جراحی که مغزم را گشوده بود. کلمه ها آهسته آهسته از یادم می روند. سرم دارد شبیه خیار دریایی می شود. حفره‌ای دارد دهان باز می کند. لزج است و همه چیز تویش سر می خورد. صبحها روزنامه را از اول تا آخر می خوانم. خواندنم که تمام می شود حس می کنم بیشتر از آن که به یاد سپرده باشم از یاد بردم. با این حال به خواندن ادامه می دهم. هر بار جمله‌ای می خوانم حس می کنم دارم به زور دستگاهی را سرهم می کنم که چندتایی از قطعات اصلیش گم شده. مدتها چشمم دنبال مادر اونهی بود. معاون اداری مرکز اجتماعات محله بود. ساق‌های قشنگی داشت. شاید به خاطر شعرها و نوشتن بود، اما حس می کردم دارم رقیق القلب می شوم. انگار همه این تفکر و غورها داشت انگیزه‌ام را از بین می برد. از طرفی هم دلم نمیخواست رقیق القلب شوم و احساساتی را سرکوب کنم که درونم می جوشید. انگار داشتن هولم میدادن توی یک غار عمیق و تاریک. فقط لازم بود بدانم هنوز همانیم که قبلنها می شناختم. چشمهایم را که باز کردم مادر اونهی را دیدم که درست مقابلم ایستاده. برخوردهای تصادفی اغلب سرآغاز بدبختی است. همین شد که کشتمش، ولی کار راحتی نبود. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر به این رمان زیبا علاقه پیدا کردید تا انتها بخونید و حالشو ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.